سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز قبل اینکه برم سر کار گفتم که یکم به خودم دارم میرسم، راجع به یه موضوعی که خیلی برای خودم مهم بود گفتم باهاتون صحبت کنم. حالا خیلی با خودم فکر کردم که اصلا راجع به این موضوع صحبت کنم یا نه. با تراپیستم مشورت کردم، با پدرام مشورت کردم، بهم گفتن که خب خیلی خوبه اگه بهت حس خوبی میده و خلاصه من یه تجربه دارم راجع به این داستان. گفتم که بیام راجع بهش صحبت کنم و تجربیات خودم در اختیار شما بذارم، شاید به درد یک نفر حتی بخوره. ضد آفتاب، من هر چیزی به صورتم نزنم ضد آفتاب و قطعا میزنم. این ضد آفتاب منه، لاراژوپوزا یا لاراژوپوزای، نمیدونم دقیقا، خیلی ازش راضیم، برای پوستای خشکه و من که خیلی دوستش دارم. اینجا دارم به آینم نگاه میکنم که همینجور که میبینین خیلی رفت تو چشم. خب ضد آفتاب رفت رو چشم، همینجور که میبینید. آفرین به خدا. خواستم بگم که امروز میخواستم راجع به پنیک اتک و انگزایتی و افسردگی و حال بد صحبت کنم. من یه چند سالی که دچار این مشکل شدم ولی به طور جدی 6 ماه پیش بودش که من این تجربه رو پیدا کردم. 6 ماه پیش نه، 14 ژانویه پارسال بود، 2023 بود که من دچار یهو از یه دلشوره وحشتناک، اضطراب شدید، انگار تو دلم رخت میشستن شروع شد. اشکم در رو آقا بگو مجبوری اینجوری بزنی ببخشید. شروع شد و به مدت 6 ماه، دقیقاً 6 ماه، 24 ساعته نان استاپ شروع شد این دلشوره و اضطراب من و همراه با کلی اوورتینکینگ، کلی فکرهای ترسناک. اولش خیلی ترسیده بودم، یعنی کلا ترسیده بودم خیلی، و کم کم دیدم که گفتم شب میخوابم صبح پا میشم بهتر میشم، هی شب میخوابم صبح میشم بهتر میشم، که 6 صبح من با یه حالتی بیدار میشدم که قبل از اینکه چشام واشه اضطراب و دلشوره و لرز تو بدنم بود. نه میتونستم غذا بخورم، نه درست بخوابم. یه دوران خیلی بدی بود. کانسیلر من میبلینه، من خیلی ازش راضیم. آره داشتم میگفتم خیلی دوره بدی بود و جوری که من اصلا امیدی به زندگی نداشتم. هیچ چیزی منو خوشحال نمیکرد، هیچ کاری منو خوشحال نمیکرد و همش من اضطراب و ترس داشتم و اطرافیانم هم اصلا نمیدونستن چیه. مثلا پدرام همش میگفت خب مگه چی شده، چه اتفاقی افتاده. میدونین اینجور موقع ها اطرافیان شما هم دچار یه ترسی میشن که اصلا نمیدونن باید چیکار کنن، یا حس عذاب وجدان میگیرن که فکر میکنن خودشون اشتباهی کردن، خودشون کاری کردن. ولی میخوام یه چیزی رو صادقانه بهتون بگم، یه وقتایی حال بد شما هیچ ربطی به همسرتون، خانوادهتون، شرایطی که هستی، کاری که هستی، ممکنه همه چی عالی باشه ولی تو خوب نباشی، که اینا یه سریاش برمیگرده به تروماهای بچگیتون و یه سری چیزایی که تو گذشته بوده حل نشده، مثل یه آتیش زیر خاکستری که یهو میزنه بیرون. مال من با اتفاقات ایران زد بیرون، یعنی من انقدر تو اخبار غرق شده بودم و یک سر تا صبح گوشی دستم بود، یعنی یه جوری که اصلا کاملا غرق بودم، هیچ چیزی جز اخبار ایران برای من اهمیت نداشت، که خب اثراتش هم زد دیگه. زد و من دچار یک اضطراب، پنیک، افسردگی شدید شده بودم و هیچ ربطی هم به اطرافیانم نداشت. خیلی میدونین، و شما هر چقدر تو این باطلاقی که افتادی دست و پا میزنی بیشتر فرو میری. مخصوصا که من هی میخواستم از حال بد خودم فرار کنم، هی میترسیدم، هی از فکرام میترسیدم، فکر میکردم فقط منم که اینطوریم، فقط منم که حال بد اینطوری دارم. تا اینکه من رفتم دکتر، اومدم ایران. زمانی که من اومدم ایران حال روحی وحشتناکی داشتم. قبلش سفر رفته بودم استانبول
و استانبول بدترین سفرم بود. شاید هر کی تو اینستاگرام میدید میگفت وای رفته پیش مامانش، خانواده دوره همش بیرونن، ولی من یک جوری بودم اونجا که اصلا تصمیم گرفته بودم بر نگردم گلاسگو و مامانم برم ایران. یعنی به پدرام گفتم میخوام کارم ول کنم، من نمیام، من میرم ایران فقط خوب شم برگردم. یعنی فقط دنبال این بودم حال خودم خوب کنم. ولی یه جایی تو زندگیم که خیلی به خودم افتخار کردم دقیقا همینجا بود که گفتم مژگان اگه تو برگردی کارت از دست میدی، زندگیت شاید یکم دچار میدونید جا میزنی در واقع. و من با بدترین حال روحی روانی برگشتم گلاسگو. به خودم افتخار میکنم همونجوری رفتم سر کار و گفتم که نباید جا بزنی. ولی خب برگشتم یه ذره بهتر بودم، دوباره باز بالا پایین داشتم که رفتم ایران و رفتم دکتر و با تراپیست جدیدم آشنا شدم. یه تراپیست دیگه ای داشتم، ولی از طریق یکی از دوستان با یه تراپیست آشنا شدم که خیلی کمک کننده در رابطه با اختلالی که من داشتم، مشکلی که من داشتم بودش. و میخوام بهتون اینو بگم که میدونم خیلی حالشون بده، میدونم که یه روزای پا میشیم هیچ انرژی نداریم، زندگی هیچ معنایی نداره، میگیم خب که چی، همه چی هم خوبه، ولی میگیم خب که چی. میدونین هیچ امیدی به آینده نیست. من خودم تو سیاه ترین روزای زندگیم بودم. البته اینی که دارم اینجا میگم خیلی کلنجار رفتم که بخوام بیام راجبش صحبت کنم، چون قضاوت میشیم، مخصوصا ما ایرانیام که خدای قضاوت کردنیم. فقط مثلا الان فامیل میبینه، دوست میبینه، آشنا میبینه، میگه اوه حتما تو زندگیت با شوهرت مشکل داری، حتما مشکل مالی داری، حتما. نه، هیچ کدوم اینا نبود، هیچ کدوم اینا نیست. و شما ممکنه همه چی زندگیت فوق العاده باشه ولی حال درونیت، حال روحیت خوب نباشه. و این چرا زندگی تو خیلی تأثیر گذاره تو حال روحیت، ولی برای من ربطی به زندگیم نداشت واقعا. یه رژگونه سفارش دادم از آمازون، خیلی چیز باحالیه. بیایم با هم دیگه امتحانش کنیم. ماشاءالله انقدر من بلدم آرایش کنم که حد نداره. بلندش میکنیم، خیلی بلدم بلند کنم، ولی من خیلی دوستش دارم. یه چیزی که خیلی دوست دارم موندگاریش خیلی زیاده. شاید الان شبیه لپگلیا شده باشم ولی میره یه ذره کمتر شه. همینو ما به پشت چشممون میزنیم. اصلا مهم نیست. حالا خدا رو شکر من خیلی به اینجور چیزا اهمیت نمیدم. آره، داشتم میگفتم که یه وقتایی همه چی خوبه ولی حال تو خوب نیست. باید بگردی ببینی منشأش کجاست، ریشش کجاست. و من با کمک تراپیستم دارم آروم آروم جلو میرم. یه چیزی که تو تراپی به من کمک کرد، فهمیدم که من تنها نیستم. من فقط نیستم حالم بده، من فقط نیستم اوورتینکینگ دارم، من فقط نیستم که یه سری فکرها میاد تو ذهنم، من عجیب غریب نیستم. خیلی آدما درگیرن، خیلی. ما تو ذهن آدما نیستیم بدونیم آدما به چه چیزایی فکر میکنن. میدونین چی میگم؟ و البته بگم که من اوایلا مامانم و پدرام هیچ درکی از این شرایط نداشتن و همش میگفتن مگه تو چی کم داری؟ و این بیشتر به من عذاب وجدان میداد که خب من همه چیزم خوبه، چرا حالم بده؟ یه مشکلی تو من هست پس دیگه. که کم کم وقتی اونام آگاهیشون زیاد شد، خلاصه 4 تا پادکستی، 4 تا کتابی یا از جلسات تراپیم براشون میگفتم، اونام آگاهیشون بالا رفت. و الان که حالم اگه بد باشه پدرام انقدر درک میکنه، انقدر همراه منه. ببین بچه ها، انقدر تاثیر داره که اطرافیان شما رو درک کنن و به شما کمک کنن، تا اینکه بخوام بگم بابا چیزی نیست، پاشو این مسخره بازیه چه، یا آهنگ شاد بذار پاشو واقعا تو ورزش هم نمیتونی بکنی. من یه موقعی آهنگ شاد میذاشتم حالم رو عوض کنم، آهنگ شاد حال منو بد میکرد. یعنی یه دوره‌ایه که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه جز خودتون. و به نظر من موقعی که میدونید چی میتونه بهتون کمک کنه، موقعی که حالتون بده بپذیرید که حالتون بده، فرار نکنین ازش، پسش نزنین. شما وقتی حالتون بده خودتون رو در آغوش بگیرین، اصلا بگو امروز حالم بده، 2 روز میخوام تو تخت بیافتم، حالم بده،
همینجور که شما یه روز سردرد داری، دندون درد داری، این اتفاق هم برای شما میفته. روحی روانی هم برای شما این اتفاق میفته که یه روزی شما اصلا حس هیچی رو نداری، همه چی هم گل و بلبله، ولی تو حس هیچی رو نداری و حالت بده، اضطراب داری، دلشوره داری. و وقتی شما نسبت به این آگاه میشی، پذیرش، آگاهی خیلی کمک کننده است. من خودم تازه اول مسیرم و دارم یاد میگیرم. نمیگم الان من پرفکتم، الان من از پس همه مشکلات و حال بدم برمیام، نه، دروغه. من توی مسیریم که دارم رشد میکنم و بیشتر نیاز به زمان دارم، خیلی راه طولانی رو در پیش دارم، ولی اینو یاد گرفتم که نترسم. رنج‌های من، غم‌های من رو کیفیت زندگیم تاثیر نذاره. قبلا رو کیفیت زندگی خودم و پدرام تاثیر میذاشت، ولی الان کیفیت زندگیم دارم کاری میکنم که تاثیر نذاره. دارم یادش میگیرم که چطوری بخوام باش کنار بیام، نه اینکه پسش بزنم. و من خیلی رو الان تو سوشال مدیا میبینم که دوچاره، مثلا تو اصلا فکر نمی کنی، ولی یا تو اطرافیانم که دوچاره مشکلات روحی روانی هستن. قبلا آدما اصلا راجبش حرف نمی زدن، الان خیلی بیشتر شده، یه جور تابوه انگار اگه تو این حرف رو بزنی میگن دیوونه است، او ببین چه مشکلاتی داره. نه، یکی دیابت داره، یکی فشار خون داره، یکی چربی داره. همه آدم یه سری مریضی ها دارن. منتال هلس هم همینه، بیماری روح و روان هم همینه. حتی شاید نیاز باشه شما برای یه دوره دارو بخورید، فرار نباید ازش بکنین. همه برای مریضی های دیگه دارو میخورن، شاید یکی به خاطر فشار خونش مجبور باشه تا آخر عمرش دارو بخوره، شما هم شاید نیاز باشه یه دوره دارو بخورید. هر چیزی که کمک کنه حال شما بهتر شه رو باید با جون و دل در آغوشش بگیریم، بپذیرینش. و به نظر من هر چقدر با خودت بیشتر به صلح برسی، حالت بهتر میشه. مثلا پادکست خیلی به من کمک کرد. حالا شاید پادکست هایی که گوش میدم و اینجا براتون بذارم. پادکست خیلی به من کمک کرده. یعنی من با گوش دادن به پادکست توی دنیای دیگه میرم. تو کتاب خوندن خیلی آدم تنبلیم و کتاب خوندن برای من خیلی یعنی نمیتونم تمرکز کنم خیلی رو کتاب خوندن. یه خط شش آبی دارم بزنم، یه کوچولو. کتاب خوندن خیلی به من کمک نمیکنه، ولی پادکست خیلی زیاد. لایوهای مثلا تراپیستای معروف رو نگاه میکنم، خیلی به من کمک میکنه. و آدمی هستین که پادکست گوش دادن بهتون حس خوب میده، اینو از خودتون دریغ نکنید. واقعا من یعنی شبا میخوام بخوابم، واقعا پادکست به من حس خیلی خوبی میده. یکی از بهترین ریمیل که من تو زندگیم تا حالا خریدم و امتحانش کردم، از نظر من شاید از نظر یکی خیلی چیز بیخودی باشه، ولی برای من فوق العاده است نسبت به قیمت خوبی که داره. به خاطر اینکه الان اینقدر همه جا برند باشه و نمیدونم لنکوم باشه، فلمک باشه، نه، این هم کار همونو میکنه، تازه نصف قیمت اونم هست. داشتم میگفتم یه چیزی که میخوام بهتون بگم، اگه حالتون بده کمک بگیرید، فرار نکنید. به خدا منتال هلسی از اهمیت دادن به روح و روان از هر چیزی تو زندگی به نظر من مهمتره. به خاطر اینکه خودم تجربهش کردم. شما وقتی روح و روانت مریض باشه، هیچ چیزی تو زندگی برای شما، همه چی اینجاست، همه چی تو این ذهن است. یعنی هر جور که فکر کنی میتونی همون جوری از زندگی تو بسازی و ازش لذت ببری، یا باهاش مثلا روزتو بسازی، هدفاتو بسازی، پیش ببری زندگی تو. به نظر منی که یه تجربه خیلی سختی و 1 سال خورده گذروندم و توی رشد هستم، تراپی خیلی کمک کننده است، به شرطی که تراپیست خوب پیدا کنیم. میدونم پرهزینه است، ولی تا جایی که میشه آدم برای خودش، ما میریم لباس میخریم، خب میتونیم از یه سری چیزامون بزنیم
ولی روح و روان خودمون رو بهتر کنیم، حال بهتری برای خودمون بسازیم، چون وقتی شما حالت خوب باشه اطرافیانتون هم زندگی بهتری خواهند داشت. اگه کسی دور براتون دارین که حالش بده، لطفاً 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 بهش کمک کنین. بهش نگین پاشو بابا مسخره بازی چیه، میگذره، آهنگ شاد بذار، ورزش کن، فلان کن، بخند، فیلم کمدی ببین. نه، کمکش کنین. برین پادکست گوش بدین راجع به این آدم ها و آگاهی خودتون رو بالا ببرین، کمک کنین تا حال بهتری داشته باشن. حالا شده براشون تراپیست وقت بگیرین، شده 4 تا پادکست بهشون معرفی کنین، شده باش همدردی کنین، بغلش کنین، بذارین گریه کنه، نگین نه بابا مسخره بازی‌ها چیه. نه، خواهش میکنم به حال روحی خودتون و دیگران اهمیت بدین اگه قرار زندگی بهتری داشته باشین. ما توی دنیای زندگی میکنیم که هر روزه پر اخبار بده و چقدر آدم مگه میتونه ظرفیت داشته باشه که پشت هم یک عالمه اتفاقات بد و بخواد بریزه تو خودش و میزنه بیرون دیگه. پس بهتره که روی خودمون کار کنیم، روی بهتر شدن خودمون کار کنیم، به جایی که بریم یه سر لباس بخریم، یه سر این آرایشگاه اون آرایشگاه. هی تو فکر خوبه آدم به خودش برسه، ولی اول باید رو خودت کار کنی تا سر تا پای خیلی برند بپوشی و حالا همیشه مرتب باشی. خب اینا خوبه، ولی زمانی که تو حال روحی خوبی داشته باشی. ببینید سفر استانبولی که من رفتم بدترین سفر زندگیم بود از نظر حال روحیم. به ما بهترین رستوران ها میرفتیم، بهترین جاها میرفتیم، خرید میرفتیم، هیچی به چش من نمیومد، هیچی. من فقط میلرزیدم و حالم بد بود و گریه میکردم. و یه چیز دیگه این که زندگی خودتون رو با هیچ کسی مقایسه نکنیم. من تو اون دوره‌ای که حالم بد بود، از بیرون رفتنم، از رستوران رفتنم، عکس و ویدیو میذاشتم، ولی آیا کسی میدونست حال من چقدر بده؟ خودم و اطرافیانم میدونستن. و موضوعی بعدی اینه که وقتی ما چون همه میان یه قاب قشنگی از زندگیشون رو میذارن تو اینستاگرام و همه میگیم وای خوشبال فلانی چه کیفی میکنه. نه، ما تو زندگی مردم نیستیم بدونیم چه خبره. ما نمیدونیم واقعا اون خوشبحالی که ما میگیم واقعا اون طرف الان تو اون خوشبحالی هست یا نه. همدیگه رو قضاوت نکنیم. اگه یکی میاد از حال بدش میگه، براش نسخه نپیچیم. میدونین چی میگم؟ اون طرف خودش میدونه حالش بده، فقط نیاز داره که یه شنونده‌ای باشه که بشنوه حرفاشو بدون قضاوت و در آغوشش بگیره. این خیلی مهمه. و یه روی خط لبم برند ریمله، من دوستش دارم. یه خط لب ملایم، بهترین رژ لب دنیا. این رژ لب میبلینه، یعنی اصلا یه چیزی لعنتی، نه چربه نه خشکه، اصلا خیلی خوبه. شماره‌شم 10. Trust your نمیدونم چی. اینم از من که میخوام برم سر کار. موهامم دیشب مهمونی بودیم، خیلی خوش گذشت. فر کردم، گفتم تا آماده میشم یه ویدیویی بگیرم و بگم که خواهش میکنم اگه حالتون بده، اگه نیاز به کمک دارین کمک بگیرین. با عزیزانتون، با همسرتون، با بچه هاتون، با مادرتون، با پدرتون صحبت کنین، بهشون بگین برن یه ذره آگاه بشن راجع به این داستانای منتال هلسی. و وقتی اطرافیان شما آگاهی داشته باشن خیلی حالتون بهتره. خیلی الان دارم یاد میگیرم که سعی کنم برای هر چیزی هرس نخورم، چون من خیلی آدمیم که زود منفی بافم و به آینده هی میگم چی میشه بابا من نمیدونم یه دقیقه دیگه زندم یا نه دیگه. این داستانه که برای من اتفاق افتاد که آدم همش فکر میکنه برای دیگرانه، به من یاد داد که هرس هر چیزی رو نخورم و تو لحظه زندگی کنم.
تو لحظه زندگی کردن خیلی کمک میکنه به آدم. موقعی که اون لحظه حالت بده یا عالم فکرای منفی میاد تو سرت، یه لحظه به داشتهات، به چیزای کوچیک کوچیک مثبت زندگیت فکر کن، حس لامسه، یه چیزی بو کن، یه چیزی رو لمس کن، خیلی کمک کننده است. فکر میکنم این ویدیو تا اینجا کافی باشه. اگه بیشتر دوست داشتین راجع بهش صحبت کنم، برام کامنت بذارید، از تجربیات خودتون برام بنویسید اگه دوست داشتین. یوتیوب برای من یه جاییه که خیلی به حال روحی من کمک میکنه، خیلی فضاشو بیشتر از اینستاگرام دوست دارم و اینجا ویدیوهایی رو میخوام آپلود کنم که خودم حالم باهاشون خوبه و تجربیات خودم. حالا دفعه دیگه از مهاجرت میخوام بگم و امیدوارم که دوست داشته باشین. سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین که من بیشتر انگیزه بگیرم. به دوستاتون منو معرفی کنین که انگیزه بیشتری بر من بشه. امیدوارم که حال روحی و دلتون خوب باشه، از زندگی بی لذت ببرین، حتی از چیزای کوچیک، حتی از یه چای خوردن. میدونم زندگی پر از غم و رنج و پر از اعصاب خوردیه، پر از بالا و پایینه، ولی اگه ما یاد بگیریم چطوری با این رنج ها، غم ها و اتفاقات بد زندگی چجوری برخورد کنیم که خیلی سخته، اینجوری نیست که من بگم الان اینجوری سریع، نه، خب با کار کردن رو خودت میتونی به این درجه برسی. خیلی میتونه زندگی بهتر بشه، حداقل انقدر سخت نمیتونه بشه، چون میدونم که الان زندگی ها همه سخته، همه پر چالشه، ولی به امید این که حال دل هممون خوب باشه دیگه. ما یه بار زندگی میکنیم و بهتره که از دل رنج هامون رشد کنیم. من مطمئنم از هر شری که اتفاق میفته، اتفاق بدی که میفته، یه خیریتی توش هست، چون من خودم تو این 1 سال معجزه‌شو دیدم. کارم که سر راهم خدا یا کائنات برام گذاشتن، با آدمای فوق‌العاده‌ای که دارم کار میکنم، حس خانواده رو به من میدن. اگه شاید حالم بد نمیشد من هیچ وقت اینجا سر کار نمیرفتم و زندگیم انقدر تغییر نمیکرد. خلاصه که امیدوارم حال دل همتون خوب باشه و همه قدم مثبت برای حال بهتر خودمون و اطرافیانمون برداریم. دوستتون دارم.